گزارش نشریه مادرن پالیسی شروع بکنیم. هدف جمهوری اسلامی از انتشار این گزارش‌های متناقض که دیروز منتشر می‌شد، از یه طرف میگفتن رزمایش موشکی بوده، طرف دیگر به ویژه خبرگزاری صدا و سیما اون رو رد می‌کرد. در پیش گرفتن سیاست ابهام دونستن این رو، ارزیابی شما چه است؟ سیاست ابهام استراتژیک رو میشه در ابعاد دیگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم دید. مثلا خود برنامه هسته ایران مدت‌های زیادی از همین ابهام استراتژیک استفاده می‌کرد. ظاهراً به طور رسمی مصارف غیر نظامی داشت، ولی در عمل غنی‌سازی رو در حدی انجام می‌دادن که به هر حال برای مصارف نظامی نزدیک بود. ولی می‌دونید هدف ابهام استراتژیک جمهوری اسلامی در گذشته حداقل 3 چیز بود. یکیش این که در واقع بازدارندگی ایجاد بکنه، چون طرف مقابل مطمئن نیست شما دقیقاً می‌خواید چیکار بکنید یا حداقل فرض می‌کنید که این اطلاعات وجود نداره. دوم اینکه جمهوری اسلامی میتونست نیروهای نیابتیش رو در منطقه تقویت بکنه و از اونها استفاده بکنه بدون اینکه خودش رو در معرض درگیری مستقیم قرار بده. هدف سوم این بود که در مذاکرات با غرب بر سر برنامه هسته یا برنامه‌های دیگه بتونه یک برگ بازی داشته باشه. سیاست ابهام استراتژیک پیشین جمهوری اسلامی در عرصه موشکی به طور مشخص خیلی متمرکز شده، چون بازسازی این عرصه بعد از جنگ 12 روزه به نظر آسان‌تر میاد برای جمهوری اسلامی و کارایی برنامه موشکی ایران هم از بقیه امکانات نظامیش بیشتر هست. در نتیجه میشه در این زاویه دید که چرا در این مقطع این برنامه آزمایش‌های موشکی خیلی زیاد شده. من فکر می‌کنم مجموعه این پیام‌های متناقض که جمهوری اسلامی همیشه فرستاده، رهبر گفته مذاکره نکنید، از اون طرف وزیر خارجه یا رئیس جمهور میگن ما می‌خوایم مذاکره بکنیم. این ابهام بقیده من یه ابهام راهبردی و هدفمنده که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن ازش با این پیام‌های متناقض برای اینکه سعی بکنن از نظر روانی افکار عمومی غرب رو در یک وضعیت گیج و آچمز نگه دارن.